بنیانگذار سرزمین ایران زمین، شاهنشه 4 گوشه جهان. کمبوجیه پدر کوروش فرمانروای پارسیان در جنوب فلات ایران و مادرش ماندانا دختر پادشاه مادها در شمال غربی ایران بود. کوروش پس از مرگ پدر و در سن 40 سالگی به فرمانروایی پارس ها رسید و در انشن به تخت نشست. تصمیم به فتح سرزمین های ماد گرفت و در پی کوشش هایی 2 ساله توانست پای تخت مادها یعنی حکمتانه را تسخیر کند و به فرمانروایی استیاگ پدر بزرگ خود خاتمه بخشد. مناطق شرقی ایران را یکی پس از دیگری ضمیمه خاک خود کرد. حال تمامی فلات ایران زیر پرچم هخامنشیان بود و آوازه نام کوروش در تمامی شهرهای جهان طنین افکنده بود. کرزوس پادشاه لیدی در شمال غربی ایران از بیم کوروش از مصر و بابل درخواست کمک کرد و آنها نیز توافق کردند در سال بعد به او در جنگ علیه کوروش کمک کنند. ولی یکی از فرستادگان پادشاه لیدیا به او خیانت کرد و کوروش از این موضوع باخبر شد. پس تصمیم گرفت قبل از رسیدن نیروهای کمکی خود را به پای تخت لیدیا یعنی سارد برساند و شهر را محاصره کند. پادشاه لیدی انتظار حمله در زمستان را نداشت و نتوانست مقاومت چندانی کند. کوروش پس از پیروزی برخلاف رفتار فاتحان به مردم شهر و کرزوس آسیبی نرساند. بابل بزرگترین و ثروتمندترین شهر آسیا به شمار می آمد. پادشاه بابل نوبوناید بود که مردمش به واسطه بدرفتاری های او با همه طبقات جامعه از او ناراضی بودند. نوبوناید یهودیان اورشلیم را به اسارت به بابل آورده و از موطن خود دور کرده بود. او همچنین خدای سین را به ماردوک که خدای باستانی تمدن بابل بود ترجیح میداد. این امر موجب خشم و ناخشنودی کاهنان را فراهم آورد تا از کوروش به عنوان یک ناجی برای مردم سخن بگویند. سپاه بابل به واسطه جنگ‌های زیادی که در عربستان انجام داده بود خسته تر از این بود که خود را آماده رزم با سپاه کوروش کند. کوروش شکوهمندانه و بدون مقاومت چندانی فاتح شهر بابل شد. مردم شهر از او به گرمی استقبال کردند و مطابق معمول کوروش فرمانروای بابل را نکشت. به معبد بابلیان رفت و به ماردوک ادای احترام کرد. همچنین به یهودیان ساکن بابل طلا بخشید که کلیسه خود را در اورشلیم از نو بسازند و خود را شاهنشه 4 گوشه جهان نامید. همچنین شرح پیروزی ها و دادگری های خود را روی کتیبه‌ای شرح داد. از این کتیبه امروزه به عنوان نخستین منشور حقوق بشر در تاریخ یاد می کنند و این یادگار ارجمند اوست. کوروش پس از فتح بابل امپراتوری هخامنشیان را از جنوب تا فلات عربستان، از غرب تا فینیقیه و از شرق تا هندوستان گسترانید و در جنگ با ماسکات ها در شمال شرقی ایران کشته شد. در ادامه شاهنشاهی هخامنشیان، کمبوجیه و داریوش بزرگ مرزهای ایران را تا آفریقا و قلب اروپا کشیدند. کوروش با کشورگشایان قبل و بعد از خود فرق بزرگی داشت، چرا که فقط سرزمین ها را تسخیر نمی کرد بلکه قلب مردم این سرزمین ها را نیز فتح می نمود و همواره به آداب و آیین هر منطقه احترام می گذاشت. چنگیز و اسکندر قلمروهای بیشتری نسبت به او تسخیر کردند، اما میراث آنان برای بشریت قابل مقایسه با کوروش نیست و تاریخ همواره با احترام از کوروش یاد می کند.